سینمای ایرانی. شما یک برنامه ای رو تولید می‌فرمایید که این برنامه خصلت مرکزی شنیداری بودن اونه، یعنی شاید بشود مانیتور رو بست و بلندگوها رو روشن نگه داشت و شنید. اما بر اساس رسانه شما تلویزیون است، یعنی با عامل تصویر سر کار دارید و بین این دو جهان باید مفصل‌هایی رو بسازید، چفت‌هایی رو بسازید و اونها رو به سود هم سازوکارشان رو شکل بدید. قطعا این کار دشواری‌هایی رو داره، محدودیت‌هایی رو داره. دسترسی به منابع تصویر، ذخایر منطقی تصویر، سیستم‌هایی برای تدوین و هماهنگ کردن و همساز کردن ضرباهنگ و ریتم تصویر با موسیقی، اینها کارهای دشواری است می‌دانم. میخوام یک مقدار شما بفرمایید مشکلاتتان، محدودیت‌هاتان، گونه کارتان تا اینکه به این مجموعه دست پیدا کردید. خب به طور حتم اون ذهنیت یا مفهومی که ما در آغاز داشتیم چیزای دیگه ای بوده، یعنی خواست ما و اون شیرازه‌ای که در آغاز فکر شده بود یک نکات دیگه ای در حقیقت قرار بود استفاده بشه. ولی به طور متعارف محدودیت‌ها خیلی تاثیرگذاره توی کارهای اینطوری و به طور مثال خب من اولین کاری که کردم در آغاز کار به کمک در حقیقت دوستان وقت شبکه اومدم تمام برنامه‌های موسیقی که در سازمان ساخته شده بود تا اون زمان، یعنی برنامه‌های موسیقی بعد از انقلاب رو بازبینی کردم. به طور مثال مجله موسیقی در شبکه‌های جامعه جمع، به طور مثال حتی بعضی از آثار فقط در حد موسیقی تصویر بود و بعضی آثار حالا نکاتی داشت و این اجازه رو پیدا کردم که یک زمانی هولوش یک سال و نیم به آرشیو مرکزی سازمان، آرشیو تصویر مرکزی سازمان برم و زمان زیادی بذارم بخاطر که بازبینی در حقیقت بکنم خیلی از نکات تصویری که وجود داشت و یه ارزیابی و یک نوت برداری و لیست برداری از آثار قبل از انقلاب که خب تو اونها آثار متعددی هست. به طور مثال یک برنامه من تو اونجا دیدم که آقای مرحوم حنانه کلاس درسی دارن و 3 نفر اون طرف نشستن که به کمک ایشون دارن دستگاه شور رو یاد میدن و اون 3 نفر استاد قوامی بودن و استاد شهناز بودن که خب در حقیقت تو بحث تار و مرحوم بهاری خب یه چیزای ارزشمند اینجوری پیدا شد و یه نامه‌نگاری‌های خیلی متعددی هم شد که ما بتونیم این آثار رو به دست بیاریم. به هر حال در اون حدی که از شبکه‌های مقابل پخشه رو استفاده بکنیم که بعد از این تلاش شاید 2-3 سالی حتی یک فریم هم به دستم داده نشد. و خب یکی از مشکلات کار به لحاظ تصویری در حقیقت در برنامه این بود، ما تو برنامه 2 تا آیتم رو دیده بودیم، یه قسمت موسیقیش بود و یه قسمت یاد. یعنی فکر می‌کردم به هر حال با توجه که مردم به قسمت موسیقی علاقه دارن به نحوی آشنا بشن با تاریخ موسیقی ایران و خیلی از نکاتی که هست. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. غلام حسین بنان. چه شورها که